امام حسن بصری رحمت الله علیه گفت شیرینی را در 3 چیز جستجو کنید. شیرینی را در 3 چیز جستجو کنید. شیرینی، لذت چیز را در 3 چیز میگه جستجو کنید. یکم چی؟ یکم در نماز. دوم چی؟ دوم در ذکر کردن خدا. ذکر مثل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. و فی قراءة القرآن، و در چی؟ قرائت کردن قرآن. فإن وجدتم، پس اگر پیدا کردید، یافتید اون لذت را، خیلی خوب. اگر که نیافتید، بدانید که چی؟ بدانید که دروازه خدا برای شما پوشیده است. بدانید که دروازه خدا برای شما پوشیده است. کوشش کنید، تلاش کنید که خداوند اون دروازه را به شما باز کند که شما لذت برید در نمازتان، در ذکر کردنتان، یاد آوردن خدا را و در خواندن قرآن لذت برید. دعا کنید، زاری و خاری کنید، خود را پس بزنید در نزد خدا، خاکساری کنید که خداوند در را برای ما و شما باز کند.